سلام دوستان، خوش اومدین به یه ویدیوی اول این کانال. خیلی عامیانه میخوام صحبت کنم. من این چنل رو زدم که دوره هم با هم دیگه چک کنیم ببینیم آقا از 0 تا 100 مانیتایز شدن چه شکلیه. یعنی چی؟ یعنی که الان این بخشی که دارین میبینین صفحه یوتیوب استودیو هست، نشون میده که چنل زده شده ولی ویدیویی توش آپلود نشده. ویدیو 0 تا مثلا کلا فعالیت داشتی، انقدر اینجوری، انقدر فالوت کردم، چیزی که الان دارین میبینید. وقتی این ویدیو آپلود شه، یعنی تو ویدیو بعدی میام این ویدیو رو براتون آنالیز میکنم که آقا چی شده، ویدیو اول قرار گرفته بهم چی گفته، مشترکین با چی دیدن بهم میگه، چه رنج سنی بودن بهم میگه، چه کشوری بودن رو بهم میگه، با چه هشتگ هایی دیدن بهم میگه، و اینکه اصلا چقدر از مانیتایز شدن این ویدیو پر شده. و همچنین همینجوری ویدیو آپلود میشه و ویدیوهای قبلی آنالیز میشه تا ببینیم با هم دیگه وقتی که به مانیتایز رسیدیم چه ایمیلی باید به یوتیوب بدیم، یوتیوب چه ایمیلی به ما میده، اصلا این پروسه مانیتایز شدن بعد از اینکه به شرایط برسیم چقدر طول میکشه، آیا اذیتمون میکنه یا نمیکنه، اصلا نقد کردن درآمدش به چه شکله. این اصلا هدف زدن این کانال برای من این بوده که بیایم این پروسه رو با هم دیگه چک کنیم. و من تا حالا ندیدم کسی بخواد این کارو بکنه، یعنی همش برامون سوال بوده که اصلا یوتیوب چجوری پول میده، به ازای اینکه مثلا طرفدار نگاه میکنه چقدر قراره پول بده، اصلا محدودیتی توی پول دادن به ایرانی‌ها وجود داره یا نه، یا یه نفر اگر با آی پی ایران ویدیو رو ببینه اصلا حساب میشه جزو لایک و جزو ویو یا نه، چون هممون میدونیم که ویو ها میپره، لایک ها میپره، کامنت ها میپره، همه اینا رو ما قراره با هم دیگه آنالیز کنیم از ویدیوهای بعدی به بعد. خب حتما این ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین که میخوایم با هم دیگه چک کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته و ساب کنین که بتونیم ویدیوهای بعدی رو با هم دیگه ببینیم. پس تا بدرودی دیگر، درود.